قد ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولا علمن الله الذين صدقوا ولا علمن الكاذبين. وقتی که شما میگویید که من مسلمانم، مؤمن هستم و مسلمان شدم، شما گمان میکنید و میپندارید که ما شما رو نمیسنجیم. حتما شما رو میسنجیم. پیش از شما بوده ها رو ابتلا کردیم. فتنه به معنای ابتلا کردیم و شما رو هم حتما ابتلا میکنیم تا که بدانیم که شما در همین ایمانتون راست هستید یا دروغ هستید. و ابتلا خیلی گوناگون است و در مرور زندگی می آید و خصوصا علما و طالب علم خیلی باید در احتیاط باشن، خطر است. برای این صحابگان رضی الله عنهم رو ببینید که همیشه خود را در حالت خطر احساس میکردند، هیچ وقت در خود را امین از مکر الله حس نکردند. خود را از جانب الله همیشه در امنی حق، یعنی امن دو نمود است. امن زندگیه که آرامی، این امنی همیشه من مسلمان میستم تمام گفتن. هر کسی خود را همچنین اگر پندارد این عین گمراهی است. صحابگان شب روز میترسیدند که بناگاه گمراه نشوند، بناگاه به یگان خطا نغلطند. از خود میترسند که صفتهای منافقی باشد نباشد، احتیاط میشدند. اما انسان ها اگر بی‌پروا شوند، فریفته به خود شوند و هر کاری که خواستند بکنند، عاقبتش همین است. عاقبتش همین است که سنجش بزرگ است. پیامبر میگن ان الله لا یغربل، الله غربل میکند. غربل یعنی معروف است آرد را وقتی که برای تازه کردن بعضی دانه های زیاده به یک چیزی انداخته می جنباند، آرد میبرد، افلاسی در بالا میماند. این غربل است. این الله مسلمان ها را غربل میکند، میبیند که کی میماند، حقیقت کی است. بلاها هر کس به حق خودش، درجه خودش. الله المستعان. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ستکون فتن، در آخر زمان فتنه ها خیلی زیاد میشد. القاعد فی خیر من القائم، نشسته بهتر از خسته است. و القائم خیر من الماشی، خسته بهتر از راه گشته است. من تشرف تستشرف، هر کسی که سرش بردارد آمیخته شود همراه شده می رود. در حدیث دیگری که روایت مسلم از ابو هریره است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فتن ستكون فتن كقطع الليل المظلم، زود است که فتنه های میاد به مانند قطعه های شب تاریک، یعنی قطعه به قطعه زود بسیار. یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا و یمسی مؤمنا و یصبح کافرا. بیگاهی مسلمان میشد، پگاهی کافر، پگاهی کافر، بیگاهی مسلمان، یا که پگاهی مسلمان بیگاهی کافر. یعنی در یک روز در یک شب تغییر یافته میگیرد. به سبب چی؟ به سبب کثرت فتنه ابتلا است. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند القابض على دینه كالقابض على جمره. در آخر الزمان کسایی که دیندار میشوند اینقدر از سبب زیاد بودن فتنه به مانند این هست که در کف دستشون یک لخشه انگشت رو گرفته شدند. دستشون چخیل دست انسان میسوزد وقتی که لخشه انگشت رو گرفتید. انا همچنین انسان میسوزد وقتی که دینداری میکنه. باید صبر بکنید. برای پیامبر صلی الله علیه و سلم رو الله امر کرد که فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. صبر بکن چگونه که ای پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم پیش از تو دیگر اولوالعزم پیامبران بزرگ از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی صبر کردند. الله المستعان. الله المستعان. الله همه شما را حفظ بکند. الله به همه شما برکت بدهد. من خوری میشم برادرهای دیگر صحبت بکنن ان شاء الله. طالب علم ها ان شاء الله با در تماس هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوب نبوشن تقليد دوام تين. بارك الله فيكم. شفتين كان كاس خوب